بازداشت چند مهاجر هنگام مراجعت برای تمدید مهلت بدوباش در روسیه برخی از مهاجران را از رفتن به شعبه پلیس دودیله کرده است. اما برخی دیگر گفتند که بدون هیچ مشکل در اداره‌های پلیس در روسیه بر رسمیت ضروری حجت‌هایشان را انجام می‌دهند. نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان اعلام کرد که از 25 مارس تا 24 اپریل امسال به مهاجران کره تاجیک در حدود روسیه امکان تمدید مهلت بدوباش داده می‌شود. این امکان هم به مهاجران داده می شود که طریق دادگاه حکم اخراج از روسیه را نگرفته تنها قاعده بدوباش را رعایت نکردند یا به اجازه رسمی به کار پرداختند. عبدالصمد کریموف، یک مهاجر کره تاجیک در مسکو، روز 31 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت با شنیدن این اعلام برادرش برای ثبت نام به اداره پلیس پایتخت روسیه رفت ولی او را فوری بازداشت کردند. چنین شما میتونه که این روش دپورت باشه، ویسون محکم باشه یا گرانیسا رفتگی باشه. شما میتونه که مدت یک ماه خودتون اسپراید کنه گاشترکا پشتوی همو میسو پراپیسکا یا پشتوی همو میگراسیون کدا پیچاد میزنه ایسالی هم میتونه که شما دکمنت پدا چکنه. ما رفتیم که کرونا باروتای نیوای خودش تانو رفت خیریال من نرفتم. من میرفتم من با فکرم بود جریمه ورزی میکنم برای که من 3 کراچی گرانی زدسیکا دارم. او جوای شید و او برو مادامش ساعت 12 پگاه روی میکنشم میره و او وقتی پیچه زدن دیگه اگر گفتی گپو فایده نداره دیگه لوبوی کسا بیاری. کریم جان یاروف، رهبر سازمان اتموس، نیز بر رادیو آزادی گفت موردهای زیادی بازداشت مهاجران را بعد اعلان عفو ثبت کرده است. ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در مسکو، گفت روزی گذشته با آنها خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان هنگام مراجعت بازداشت شده است ولی بعدا معلوم می شود که این شهروند حتی شناسنامه ندارد. این روزهای اول مثلا جریان قانونیگردانی بدوباشی مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان حال ادامه دارد و ما از هموطنان خواهش میکنیم که سراغ و همون شخص مسئولی که مثلا با این گیم که نفهمایی راه داده است از حساب همون کارمندان مقامات مهاجرتی فدراسیون روسیه با ما در تماس شوند. امکانیت یک ماه برای ثبت قانونی کار و اقامت مهاجران پس از واخوری امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در آخر ماه فوریه امسال دست داده است. بسیاری ها امیدوار بودند روسیه به صدها هزار مهاجر تاجیک اجازه بازگشت و کار به روسیه را میدهد که به فهرست سیاه این کشور وارد شدند و نمیتوانند به آنجا برگردند.